رضایت پایان بازی رو خواهد داشت. یه موقعیت برای استقلال خوزستان. ضربه کرنر به شکل خطرناک تو به این سم میاد، باید مراقبت به عمل بیاد که نمیاد و بهت و حیرت در این لحظه از بازی. چه اتفاقی داره میفته در ورزشگاه آزادی. ستاره استقلال خوزستان بدونیم حواسمون به صحنه آهسته بود که اینجا حواس پرسپولیسیان گویا پرت شد از مهاجمین استقلال خوزستان. امید علیشاه، امیری یه پنالتی میگیره یا نگرفت؟ چقدرم خوب از پس این کار بر اومد. در این لحظه فرصت، یه مکس خونسردی کنانی زادگان کاملا میخکوب میکنه فرزین گروسیان رو. با توجه به 10 نفره شدن استقلال خوزستان استفاده ببره و حالا گل دوم برای آل کثیر. مردد گروسیان بیرون بیاد یا نه؟ ضربه آل کثیر، گل مساوی. پرسپولیس به بازی برمیگرده. نزدیک بود همه معادلات این بازی به هم بریزه. عرض کردم فعلا نتیجه 3-3. استقلال خوزستان هم شانس گل داشت. علیشاه، دانیال اسماعیلی فر، یه موقعیت، یه ضربه برمیگردی چه موقعی برخوابی شدن ورزشگاه آزادی. بعد از اون بی تو نشستن های روزی